زندگی را دوست دارم. زندگی را دوست دارم از برای مادرم، از برای آن که مادرم هست بالای سرم. السلام علیکم بیننده های عزیز، سلام میرسانیم بهر هر یک شما. امروز جماعت شهنان در طرفخانه یگانه هستیم برای تبریک کردن گلجهان خاله که امروز جشن زادروز دارند. از نام فرزندان، از نام جگربندانشان، از نام رستم اکا، سهراب اکا، ماهوری آیتی و کلیم پاشاها که در مسافرت هستند، از نام فریض آیتی و خوشند آیتی تبریک میکنیم و آن لحظه پر از خرسندی و شادباش را همراه شما عزیزان با هم میبینیم. با ما باشید. رفتیم. سلام، چوبوی خوش آشنایی و اون مردمی دیده روشنایی، درود شناری دل پارسایان و آن شاقی خلوتگاهی پارسایی. پیش از همه السلام علیکم پدران که شاهستان طلایی فرزندان هستند. السلام علیکم مادران عزیز، چشمه مهر و محبت، البته مهمانان عالی قدر در این طرفخانه زیبای یگانه همراه شمایان دیده و دیده رسیده ایستاده‌ایم. چون جواهرات اینقدر زر و زیوری سمرقند قدمند دهه چوبیهشت اهالی که عزیز را سرجم نموده است و مناسبت که امروز در خانواده رحیم‌مگ یک روز خرسندی خوشبختی، مادرجان عزیز خاندان، مادرجان دعاگوی که طول چندین سال حیات خود را در یکی از آن کارخانه‌های نامی دهه عزیز ما همچون حسابچی، البته در سنتاری بچگانه شفا تا دمی نفقه برآمدن خدمت کردند. هم حسابچی شده، هم بهری در آنجا تحصیل می‌گرفتگی خردککان علم و البته تربیت دادن، حسابگزاری کلام کردند. و امروز باشد مادرجان عزیزی خاندان گلجهان خاله جشن 60مین بهار خود را، 60مین میلاد عمر را جشن گرفته ایستادند. البته امروز یک روز خرسندی خوشبختی است و هر یکی شما عزیزان از نام فرزندان عزیزشان، از نام رستم اکا، سهراب اکا، ماهوری آیتی، از نام کلیم پاشاها که در مسافرت هستند، از نام فریض آیتی، خوشنود آیتی، به هر یکی شما صمیمانه و عارفانه خیر مقدم میگوییم. پای و قدم درخشان شما عزیزان را بالای دیده میدانیم. امروز در وصف مادر مهربان چقدر سخنها گویم کم است. همان روزی که زن را آفریدند، گل نازی چمن را آفریدند و حسن و قامتش اندازه کرده، سپس سرو و سمن را آفریدند. در حقیقت در آن خاندانی که زنبانوان هستند، نور ضیا، نور خاندان است، آفتابی آن خاندان درخشان است. هر یک آفتاب خاندان ما مادران عزیزی ما هستند. بگذار همیشه باشند. عزیزان، امروز این دسترخوان پر از ناز و نعمت را از طرف فرزندانشان که با یک تربیت نکوی پدر مادر آنها با وای رسیدند که امروز بهر مادر مهربانشان این دسترخوان پر از ناز و نعمت را آراستند، گستردند. البته اشتهاهای تام میگوییم، قدک‌ها را لبریزی می و شراب میکنیم. سخنهای تبریکاتی باشد اگر البته بالای دیده روی صحنه شما عزیزان را تکلیف میکنیم. حالا باشد در آغاز امروز بزم زیبا سرودهای دل انگیز، دل پسند، دل آشوب برای هر یکی شما گوش کنید، آرام برید. آهسته آهسته سرودهای رقصی و سرودهای بسیار هم زیبا را بهر شما امروز استودیوی معجزه تیار کرده آمدند. البته بهر شما زمزمه میکنند، میرقصیم، خرسندی میکنیم. این بزم زیبا را با یک درجه اعلا میگذارانیم. بار دیگر خوش آمدن میگویم. گلجهان خاله زادروز مبارک باشد. مرحبا.
گلزار دمی دست بیایه که دلدار رسیده شد منور از کدام داستان کاشانم خانه خانوز است و مهمان شم آمد پروانم. بار دیگر مهمانان عزیز و امروزه روزی خورسندی و روزی زادروزی گلجهان خاله به هر یکی شما خوش آمدن میگوییم. پای و قدم درخشان شما عزیزان را به این محفل زیبا به این درگاه امید و امروزه این طرف خانه زیبا خوش آمدن. البته این دسترخوان پر از ناز و نعمت را به افتخار تنها دیدار و بینی گستردند. بگذار در این خاندان مانند امروز روزهای خورسندی همیشه اوایدا باشد میگوییم. البته امروز که روز خورسندی است، در عرفیت ما در روز خورسندی سخنهای تبریکاتی کردن ارزنده و زیبنده است عزیزان. این است باشد چون که در بالا قید کردیم مادر عزیزی خاندان نه فقط در خاندان مادری کردن بلکه طول چندین سالها در یکی از آن جایهای نامی دهه عزیز ما در سنتار بچگانه شفا همچون حسابچی شده چندین سالها کار کردند و در این طرف خانه زیبای ما یک گروه همکارانشان حضور دارند. برای تبریک کردن امروزه گلجهان خاله حاضر هستند. ما باشد از نام کلکتیو از نام همکارانشان میخواستیم به صحنه تکلیف کنیم سعادت خاله و البته فریدایتی رو به صحنه تکلیف میکنیم. سخنهای تبریکاتی رو از زبان آنها به امروزه گلجهان خاله میشنویم. گلجهان خاله به شما هم نزدیکتر. امروز روزی خورسندیتان است، امروز زادروز است. مرحبا. گلجهان خاله مرحبا. بیت پیششان بر. ای خواهر جان 100 ساله شوید بعد از آن پیر شوید. السلام علیکم دوستان گرامی مهمانان عزیز. من امروز خواهری من 25 سالش دست داده است. من شخصا از نام خودم از نام سنتار شفا این کس را تبریک میکنم و این کس اولا صحت سلامتی عمری دراز صحت سلامتی میخواهم و خود جایدشان که صاف و سلامت باشند دستر فرزنداشان صاف و سلامت گردن پیر شوند پیری به دولت شوند دادی من بریم پیر شوند. رحمت مبارک باشد. مادری جان پیری را گردن مده، مادری جان پیری را گردن مده، پیش پیری از جوانی یاد کن، هر نفس با یاد طفلی شاعرت خاطری آشفته ات را شاد کن. السلام علیکم همزبانان عزیز.
من از این روز فیروز استفاده برده خواهرک عزیزم یعنی استاد اولین خودم هم گرم میشود این کس را چون که در چندین سالها با هم کار کرده همه سیر و اسرارهای کارخانه را همه سیر و اسرارهای خودشان میدانستگی را به من آموختند این کس این روز 60 سالگی شما مبارک باشد به خاندان شما خرسندی پر برکات الهی نصیب گرداند چه آرزوهایی که در دل دارید بگذار جامعه عمل باشد با همراهی امکم روزهای فیروز را روزهای نیکی را به شما خواهانم خانه‌تان پر از میوه و عبره ها شود باز یک بار دیگر 100 سالگی شما را همین خیلی در همین بزرگاه خانه ها شدن نصیب و روزی گرداند الهیم 100 ساله شدید باز رحمت تشکر میگیم گلجان خانم دور نرفته است بیان پیش در صحنه بایستیم زادروز رو مبارکباد میگیم الهیم 120 ساله شوید امروز حاضر منه سعادت خانم گفتن 25 ساله ما در روز خرسندی مهمان شویم میگیم که 17 و نیم 9 و 18 ساله امروز داریم حالی 9 و 18 ساله شده نه حاضر البته با نزدیک ما امک جان ما تکلیف میکنیم مرحمت رحیم امک 1 دقیقه وقتتان را گیریم میخواستیم به صحنه تکلیف کنیم و البته رستمک سهرابک میخواستیم و ماهوری آیتی امروز روزی خرسندی است در این خاندان یک روزی پرفیض من گلجهان خاله تمام حیات خود را برای به وای رساندن سه فرزند عزیز که هر یکی آنها صاحب کسب و کار صاحب فرزندان نامی هستند البته امروز آن فرزندهایی که با یک مهنت حلالتان به وای رساندید من با اعتبارانه این خیلی بزم زیبا را تشکیل کردم میخواستیم در این روز خرسندی از نام هر یکی آنها شما تبریک کنیم و البته رحیم امک مرحمت میخواستیم 1 دقیقه وقت شما گیریم و البته رستمک سهرابک مرحمت امروز یک روز خرسندی یک بزم زیبا زادروز مادری مهربان مادری غمخوار و عزیز دلها زادروز دارد میخواستیم قوت دل شده یانشان به ایستادنتان را مرحمت ماهوری آیتی مرحمت رستمک کنی مادر جانی عزیز گلجان خانم زادروز مبارک امروز روزی تولد را میلاد عمر را مبارک باد میگویم من چند سال شد که همراهی رحیم امک عائله خوشبخت‌ترین را برپا کردید در دههای آهلی هر کسی که میداند میشناسد برای جوانان یک عائله نمونوی همچین مثال آوردن میارزد عائله ها شمایان بگذار همیشه مانند امروز سرسبز شده چقدر که امروز زیب دوران هستید این خیلی زیبایی‌ها به چشم نرسد صحت سلامتی به چشم نرسد برای انسانیت میگویند پیش از همه سلامتی است برای شما صحت سلامتی میخواهیم ماندگی هر آن زر و زیور هر چیز برای شما هست چون که خودتان زیب خاندان زرگری خاندان هستید زادروز را از نام رستمک از نام سهرابک از نام البته ماهوری آیتی از راه دور از نام دو کلیمتاشاتان فریض آیتی خوشنود آیتی تبریک میگوییم گفتند که ما در خاندان کلید نیستیم در خاندان همچو دختر هستیم مادر عزیزی ما باشد برای ما هر یک گفتارهایشان همچون قانون است پستی و بلندی های زندگی و نگاه نکرده هر یک آن وظیفه های زندگی را برای ما آموزاندند در زندگی راست حیات بردن را فرزند را چخیل تربیت کردن را و البته ما منتدار هستیم خدا با شکر میکنیم که این خیلی صاحب عائله هستیم مادر جانی عزیز امروز میلاد عمر را مبارک باد میگویم من از فرزندان میگویم با دو چشم خیره بین نوری کوهستان مادرم شعله از آتشی آتش پرستان مادرم موج مویهای سفیدت از سفیدی دل است با همه پژمردگی سامان بستان مادرم روز و شب خوابت نمی آید زی سوزش های دل در غمی من کوچه خندان خانه گریان مادرم مادر مهربانی ما امروز 60 ساله شده باشد حالی نو جوانی را از سر گذرانده ایستادند خدا کند که پیر نشوند همراهی پدرم فقط صحت سلامت در سر ما گردن اگر ما از هیچ کس کم نیستیم و از همه زیاده هستیم البته ماهوری آیتی میخواستیم
زودتر به شما می‌آمدید. امروز روز خرسندی است، بزم زیبای و از همه روز خاطرمان است برای امروز خاندان. من ماهریایی که میگویند ما که در سفر میگردیم برای ما دعاگوی به منت ما، مصلحتچی ما، البته خبرگیری که فرزندان ما شکرانه میگوییم که این خیلی مادر این خیلی پدر داریم. زمین و آسمانی من توی مادر، توی مادر، جهانی بیکرانی من توی مادر، توی مادر. گرم شاعر نمیزادی کجا من شعر میگفتم، غزلهای روانی من توی مادر، توی مادر. حاضر در نزد پدر مادر ایستاده سخنها را گفتن، اینم یک هیجان کلام طلب میکنند. البته تا در آمد انمی فرزندا که هم صحبت شده، اگر اعتبار داده باشید در بیرون صحبت کردیم، گفتند که تمام نیت‌های نکویتان را برای مادر من رسانید. دو پسر گفتند که برای ما هستی و راستی و مردانگی را در حیات آموزاندند. دختر نازنینتان گفتند که تاخت و پز و تمام آن کارهای زنانه را برای ما آموزاندند. ما هیچ وقت در زندگی پیش پای پا نخوردیم. مادرم را دوست می‌داریم. نبودنشان را هیچ تصور نمی‌کنیم. صبح سحر خیزیم می‌دانیم که پدر مادر هستند، شکرانه می‌گوییم و البته آن جوانی‌ها ما را ترک نمی‌کنند. حاضر برای شما البته تحفه‌های ارزنده و زیبنده را در اینجا تیار کرده آمدگیم. البته پیش از همه برای انسانیت از همه تحفه بهاترین که تمام روی دنیا تن گفته است، کتابی از همه قیمت بهاترین که با نام کتاب قرآن است. برای مادر جان عزیز گلجهان خاله از نام فرزندانشان یک خرسک میزنیم، میسپاریم. مرحبا. مبارک باشد. البته مهمانان عزیز برای زر و زیوری خاندان مادر جان عزیز انگشترین طلا را از نام فرزندان، از نام رستاوکه، از نام سهراوکه مبارک باشد. گوشوارهای طلا برای مادر طلای عزیز مبارک باشد. مبارک باشد. زاد رزو مبارک. رحیم آمد نبیره اوای طرف داره. امروز روزی خورسندی است. من 60 سالگی خاله جان را جشن گرفته ایستادیم. چند سال شد که همین توی شد و اینقدر فرزندهای اصیل را به دنیا آوردیم. توی شدگیش به چند سال شد؟ این کس حسابچی بغلتر، خانه بایم، کار بایم بغلتر. من حاضرم حساب کسی 41 ساله راست رو میگیم فقط 41 ساله بیغرض از 8 مرد چند بار گل پدر کردم. یکم مرتبه من همین دستگوری زیبا را دست خدا شما میتیم کنیم. امروز آنها ارمان ها میشکنند. مهمانان عزیز یک خرسک میزنیم از نام رحیم آمد. مبارک باشد. خرسکو با خود نیکن مبارک باشد. کاغذی در کارای دادگی ما میدونم فقط دست گلها کردیم. حاضر مهمانان عزیز من در اینجا از نام فرزندان باز یک تحفه های ارزنده و زیبنده است از نام خانواده رستاوکه مرحمت بهرام آنا جانشان میسپارند. مبارک باشد. مرحمت. البته در نمانه طلا برای آنجان دعاگو آنجان غمخوار و مهربانشان مبارک باشد.
و البته گل‌های زیبا رو برای آنجانشان تقدیم میکنند. مرحمت. آمد جان تبریک میکنم الهی شخص بهار دیگر بینه. رحمت. و البته عزیز جان تبریک میکنم. پیروزیت کنی. مرحمت. تبریک میکنم آنا جان سال بدره. Ты бабушка просто класс, супер бабушка у нас. گلجان خدا حاضر شما نمیشنگیش. من در اینجا سرودهای شوق تیار کردیم. تمام مهمان‌هایی که برای تبریک شما آمدند البته همراهی آنها میرقصیم. تبریک میکنیم آنا جانشا. تبریک میکنم آنا جان. البته همراهی دوستان و نزدیکان هم سیمفون هم کوران یک جای میرقصیم. خرسندی میکنیم. امروز بزم زیبا را دوام میکنیم. مرحمت. سرودهای شوق برای شمایان. زادرس مبارک.
تا توانی دوستان را گم مکن، دوستانی مهربان را گم مکن. در جهان بی دوست گشتن مشکل است، مشکل آسان کن، کسان را گم مکن. دوستانی عزیزان، هم سینفان هم کاران، دوستان و نزدیکان خویشان، با امروز روزی زادروز و روزی خاطرمان و تاریخی بسیار هم بر یکی از روزهای شادباشی گلجهان خالا به هر یکی شما خوش آمدید میگوییم. البته امروز خیلی که بزم زیباست، در روز خورسندی سخنهای تبریکاتی ارزنده است. برای تبریک کردن گلجهان خالا از نام همسینفانشان، یکی از آن طبیبان، دکتران، سردکتر دهه آخری که عزیز زمان که چندین سالها باز جان فداکارانه در همین دهه عزیزی ما خدمت کرده ایستادند. خورسنده خالا جبار او را به صحنه تکلیف میکنیم. سخنهای تبریکاتی را از نام همسینفانشان میشنویم. مرحمت. السلام علیکم مهمانان، میزبانان، همدیاران عزیز. من از این فرصتی پرقیمت استفاده برده با این جشن 60 سالگی دوگانه عزیزم رو، همسرش رو تبریک و مبارکباد نموده و اینها عمر دراز، صحت، سلامتی در آینده چی نیت چه آرزوها دارن نیتشون برسن. الهی گلجهان خیلی عمر با 10 برابر زیادتر بینن، حضور و حلاوتی بالای چرخه‌هاش بینن. فقط روزهای خوشی، روزهای نغزشون من خیلی دوستانش در اطرافش باشم. گلجهان یک توفه اینو ارزنده داشته. مبارک باشد. البته توفه های ارزنده و زیبنده را مبارک باد میگویم. مبارک باشد. تشکر. همسینفون یک خرسک زنیم برای خورسنده خالا. البته تبریک میکنم. خورسنده خالا مکتب کلاسیکان بوده. من با فکرم هر در یک خورسندی میبینیم نامشان برای در روزی خورسندی میرسانند. البته سخنهای تبریکاتیشان هست. بگذار این خیلی دوستی و رفاقتی اجواد کرده نکند و الان خیلی هر بار 110 سالگیاتان و آماده ما هم اشتراک کنیم. شما هم آماده باز تبریک کردن نسبت رحمت میگیم. تشکر. البته گلجهان خالا شما رفته استید، شما موقع در کار ماهریایتی از دستش شام گیرید قیمت بها توفه ها را کس موقع در کار. حاضر گلجهان خالا یک امروز روزی خورسندی است. در روزی خورسندی کمی باشد رکلامای پاوزا میکنیم و دور میشویم رقص و بازی. حاضر از همسینفانتان یک تا چکانشانه، از همکارانتان، از دوگانه ها و یک تا خواهرتان تکلیف میکنید، همراه آنها بازی میکنید، شما جوری میشوید. بینشمی از همسینفان کدامشون گلبار خدا بیایید. همکارا چی؟ از همکارا چی؟ از همکاران فریدویتی گوسته. مرحبا. از دوگانه ها از دوگانه ها یا از این طرف از خیش ها، از این استا گلبار خالا. مرحبا. نه اینجا گلیم پرتافتگی شرطی بازی جدایم آسان، فقط رقصیدن نکن. موزیک ما تنظیم میکنیم، شما انتخاب میکنید. گلشده خالم باید تیستر شد 4 کس شده که باشد شد 4 کس شده که باشد شد بیارید حوزه بعد غالب به همین هم میتیم. انمی غالب به توفه ما خوش نباشد. شرطی بازی ما هم خیلی گوش میکنیم. شرطی بازی ما هم خیلی یک تکی شریک میگیریم. گیریتون یک تکی در این شریک با شرط هست. گیرید
ana hamina bitibine ki nokuni yagam kas nabud aste imroz shikay ki hama zalhoyi avli qadr bo chi meguyem ناخودو لکایشان نیست باید که شرط تا آخرش اجرا میکنه که زنها اشتراک هستین تیرامون نیستن البته شریک دم زده میکروفونیم در نسبت شرط نبرد نغلطات گم نشود همون میگیریم ما یک تا میخوانیم کنی تیار باشیم اگر موسیقی یاردم میتیم 1 2 3 رفته بچه چا ایستن کنی مخشیرویتی یکم شدید که بیایید پیش ما تید من باورم چاید برقچه ها گم نشود دستاتا ما داشته ایستید برقچه ها یا از یافته میتین همچه داشته ایستید مخشیرویتی با رقصی تاجیکی آمد ما اشتراکچی یک طرف میسیم مخشیرویتی یک میستادن رقصی تاجیکی سرودی تاجیکی میمانیم میانم و شرکت میرقصیم تو بایم شریک کردیم هر آنجا احساس شریک میتیم تو بایم رقصی تاجیکی تیار بیم ما چرا ایتی بیدیستم گنجام خواهد شما جوری باها میتیم گروه میتیم یک تا شما تیار بیم یک تا دوره واسه تر بشویم کنیم یک ما باید صحنه با 2 3 رفتیم گلبار خلا بیت خودتان از این جوانان یک نام رو میزنیم گوید نشنو گلبار خلا با رقص این دیسکی آمد از نام همسینفان پدش که خوناشان یک گلک قرصکدی با همیتی مازی رقص این دیسکی تیار می مرحمت دور بخش رو کده تشکر مبارک باشد رحمت البته حاضر زلفیه خلا نزدیکتر میستیم زلفیه خلا با خوارزمچه آمد های نبود است خوارزمچه خوب باشد خوارزمچه البته کنی با هم میتیم مرحمت یار امانه امانه yaşasın bizni mustaqillik zamon
Ey o'tmishlarga qolib ketdi sovetskiy zamon. Yaşasın O'zbekistonda mustaqillik zamon. Ey lazgiga yaxshilab o'ynamasangiz sizni o'zingiz yomon. Aman ey, aman ey, aman. برای زلفی خالت تشکر میگیم. البته خالیدویتی نزدیکتر میستیم. مرحمت برای خالیدویتی رقصی مناجات اشتراک دهید و میرقصیم. شما از کدام کمپانی نکلو؟ از همسایه ها. مرحمت از نام همسایه ها قدش که بمیشیم. مرحمت مناجات تیار باشد اگر تا اشتراک میرقصیم. مرحمت نه خالیدویتی تشکر. گلجان خدا پیدا کن. حاضر یکم جوابه کلیدی خانه سه خانگی از سنتری ارگود کلیدش پدر کمیدنم. دویم جوابه من اینجا گلدسته او هست. کی با یکم جوابیتی؟ Ako memnunum. مهمان آنیق میکنیم. برای ماجراویتی یک کرسن. برای گلبهار خالا یک کرسن. برای زلفی خالا یک کرسن. و البته برای خالیدویتی با یک کرسن. این معلوم میشود که دوستی غالب شد. خانه ما خدا موفق یا ما تقسیم میکنیم. رحمت و اشتراکچیان تشکر میگیم. حاضر من از خیلی که از سرودم شنیدیم با جشن آمدی استقلالیت وطنی عزیزمان هر یکیش ما را تبریک میگیم. بگذار ازبکستانی عزیزمان گل شکوفان شود. با آسمان مصفایش چشم نرسد و انم خیلی نفسی آزاد کشته این خیلی بزمهای زیبا همیشه باشد. البته در این خیلی دولت‌های صاحب استقلال رقص و بازی خرسندی همه جا بازی شویسته است. ما هم جشن گرفته ایستاده‌ایم، هم استقلالیت و هم زادروزی خالشانه. یک جای هم میرقصیم خرسندی میکنیم. مرحمت هم سیفان دوستان نزدیکان رقص و بازی خرسندی میکنیم. زادروز مبارک. مرحمت. جشن گرفته است و روزی گذشته نیست. کلینیک عوامی خواندان آینه نیروگی که ما را می‌بینند صمیمانه و صدقاً تبریک می‌گوییم از چو سعدی پیر گردی کم نبینی چو حافظ شاد باشی کم نبینی چو جامی عاقل و فرخنده باشی چو سینا در دل و در دیده باشی. مبارک باشد.
مبارک باشد. زادروز را مبارکباد بگوییم، روز خرسندی را مبارکباد بگوییم. برنامه البته گلجهان خاله همراهی امروزه مادر جان عزیز رحیم آمد یک جای این یک کرد از همه خوب کرده امروزه تا کار رو میبریم. مبارک باشد. جشنی زاد روز شما در زندگی خوب و خوشترین روز شما دوستان شما جمع شده در پهلویتان شادن از آن که روز فیروز شما دوستان شما جمع شده در پهلویتان شادند از آن که روز فیروز شما شادند از آن که روز فیروز شما زادروز برایتان مبارک مبارک شادی همه جهان مبارک مبارک عالم همه در نظر چی زیباست چی زیباست این روزی نکویتان مبارک مبارک دل شادم از غم همه آزادم مایان همه دل شادم از غم همه آزادم تبریک شما گویم از بزم و طرب شادم تبریک شما گویم از بزم و طرب شادم زادروز برایتان مبارک مبارک شادی همه جهان مبارک مبارک عالم همه در نظر چی زیباست چی زیباست این روزی نگویتان مبارک مبارک به این صحنه زیبا تکلیف میکنیم که روز یک بزم زیبا یک روز خرسندی با گواه شدیم در روز شادباشی امروز صاحب جشنها البته مهمان شدیم گلجهان خاله را در روز زادروزشان تبریک کردیم البته من عزیزان امروز بزم زیبا را روز خرسندی زادروز گلجهان خاله را در طربخانه یگانه برگزار کردیم و البته همراهی شمایان به هم دیدیم امروز تبریکات را امروز این لحظه های خرسندی را از نام فرزندانشان از نام رستم اکا سهراب اکا ماهوری آیتی از نام کلین پاشا ها که در مسافرت هستند از نام فریض آیتی خوشنود آیتی از نام نبیره های شیرین تبریک کرده همراهی شما عزیزان با هم دیدیم مانند هر روز و هر وقت با ما باشید که شبکه شهنان در روزهای خرسندی شما در خاندان شما مهمان شده آن لحظه های خرسندی شما را روی زرورقان تاریخ ضبط کرده البته مهر ساخته همراهی خود در آن کتابی کلان شهنان مهر می سازیم با ما باشید خود را احتیاط کنید امیدم حیاتم توی ای مادری جان مادرم قلبم صدایم نوایم توی ای مادری جان مادرم شیرین زبانی درمان جانی تنها برایم تو مهربانی شیرین زبانی درمان جانی تنها برایم تو مهربانی مادرم جان مادرم شیرین زبانم
مهربانم مادرم. گشتی پریشان افتان و خیزان از رنج دنیا از بحر مایان، بر جسم و جانم پروا نکردی، از جبر دنیا دوا نکردی. شیرین زبانی درمان جانی، تنها برایم تو مهربانی. شیرین زبانی درمان جانی، تنها برایم تو مهربانی. مادرم جان مادرم، شیرین زبانم